انسان هدفمند کی هست؟ مثلا در زندگی روز انسان هدفمند وقتی که صبح از خواب میخیزه، تقسیم اوقات مکمل روز از این تا وقتی که دوباره به خواب میره پیشش هست. این انسان هدفمند است. چند بجه از خواب بخیزم، چه وقت وضو بکنم، چند بجه نماز صبح بخوانم، بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب کدام اذکار از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده ایره بکنم، بعد از او تا شام و خفتن تقسیم اوقات منظم داره. و این تقسیم اوقات منظم از این به اساس از این هست که انسان یک انسان هدفمند است. اما یک انسان بی هدف چی میکنه؟ معلوم نیست چند بجه از خواب میخیزه. برای انسان هدفمند سرمعلمش کی هست و برای انسان بی هدف سرمعلمش کی هست؟ دو تا سرمعلم است. شما در مکتب که اطفال میرن اونجا میگین این سرمعلم صاحب است. این سرمعلم صاحب چی وظیفه داره؟ برای تو تقسیم اوقات میده. انسان هدفمند سرمعلمش رسول الله صلی الله علیه و سلم است. در تمام روز تقسیم اوقات روزانه 24 ساعت، تقسیم اوقات هفته‌وار، تقسیم اوقات ماهوار، تقسیم اوقات سالانه و تقسیم اوقات عمر ازی تیار رسول الله صلی الله علیه و سلم بر ما تقسیم اوقات گذاشته. ما نیازی به دیگر رهبر، به دیگر راهنما، به دیگر سرمعلم، به دیگر الگو نداریم. الله متعال تعیین کرده بر ما ولکم فی رسول الله اسوة حسنه. بر شما در شخصیت علمی، در شخصیت تقوایی، در شخصیت سیاسی، در شخصیت اقتصادی، در شخصیت اجتماعی، در تمام بخش‌های زندگی الله متعال میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه و رهبر شما هست. بنابراین انسان هدفمند رسول الله صلی الله علیه و سلم نقشه زندگی زیرا به اساس حکم الله ترسیم کرده. انسان هدفمند میبینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی کرده، اما قسم زندگی میکنه. اما انسان بی هدف سرمعلمش کی هست؟ چون او تقسیم اوقاتش کلش خالی هست. حتی وقت شب خواب میشه، انسان هدفمند خفتن وقتی که خواب میشه وضو میکنه، با وضو خواب میکنه، با پالوی راست خواب میشه. وقتی که در بستر میره میفهمه که مثلا رسول الله صلی الله علیه و وقتی که در بستر خواب میرفت اول 33 بار سبحان الله میگفت، 33 بار الحمدلله میگفت، 34 بار الله اکبر میگفت. وقتی که با پالوی راست خواب میکرد بسمک اللهم اموت و احیا، دست خود مثلا زیر امو کومه راست خود میگذاشت، روش به طرف به پالوی راست خواب میکرد و ای از کار میخواند. و پیش از این که بستری خود حتی رسول الله صلی الله علیه و که میامد امو کمپلی که آدم میپوشه این باید یک دفعه بتکانه. این هم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. و به این شکل انسان هدفمند هر لحظه در زندگی خود تقسیم اوقات رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق میکنه. اینمی انسان هدفمند وقتی که عروسی میکنه، انسان هدفمند سرمعلمش رسول الله صلی الله علیه و سلم است. انسان بی هدف سرمعلمش کی است؟ او چون تقسیم اوقاتش معلوم نیست، کل خانهش سفید است. شیطان می سیل میکنه. امی مسلمانه که خو کرده خفتن چی تصمیم داره؟ در تقسیم اوقاتش نیست که نماز صبح چند بجه بخوانه، چند بجه از خواب بخیزه. شیطان می امو خالیگاه ها را شیطان برش پر میکنه. صبح که چند بجه از خواب بخیزه میگه 7 بجه 8 بجه. یک وقتی نفر میخیزه که نماز صبح قضاست، تلاوت نیست، کلی چیز از پیشش رفته. چرا؟ به خاطر ازی که انسان بی هدف پیش خود تقسیم اوقات نداشت. شیطان وقتی که دید که سفید است او برش نوشته میکنه. ما چرا به نماز صبح نمیخیزیم؟ چرا به نماز تهجد نمیخیزیم؟ یک کسی از به نماز تهجد میخیزه، از ما و تو که خوب خوش قواره هم از، جوان هم از، استعداد هم داره، هم امکانات داره.
او به نماز تهجد میخیزه، شوام کوتاست بر از او هم پرسانش میکنی، میگه والا استاد می نماز تهجد چند بجه است؟ 2 بجه. 2 بجه میخیزه، برش میگه خیسته میتونی؟ میگه بله. نماز تهجد میخوانی؟ میگه بله میخوانم. چرا؟ وقتی که انسان خفتن نیت کرد که به نماز تهجد بخیزه، شیطان پشت از این اعلام میته. شیطان سر قلب ازی، سر چشم ازی، سر دست ازی، سر ازی حاکمیت نمی داشته باشه. شیطان وقتی که تو در بستر خواب رفتی و به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتی که بسمک اللهم اموت و احیا، یا الله به نام تو من میمیرم، خواب مثل مرگ است و زنده شدن من هم به نام تو هست. وقتی که نام الله را ذکر کرد، شیطان از پیشش فرار میکنه. بنان این انسان میتونه نماز تهجد بخونه. ما چرا به نماز صبح مثلا بیدار نمیشیم؟ به نماز جماعت رفتن نمیتونیم؟ به خاطر ازی که خفتن خود ما بر شیطان تقسیم اوقات خود آماده ساختیم. تقسیم اوقات خالی هست. وقتی که شیطان میاد چک میکنه، موبایل خود کوک کرده؟ نه نکرده. ساعت خود به زنگ آماده کردن؟ نه. حداقل اگر ضعیف از در خواب، اما کسی که در خانه‌اش است، بر پدر خود یا برادر خود گفته ببخشید اگه به نماز صبح خیستی مرام بیدار کنی، اگه به نماز تهجد بیدار شدی مرام بیدار بکنی. اینمی که بر از اون میگه که اگر از خواب بیدار شدی مرام بیدار بکنی، اینمی کلمه تو کمر شیطان هم مشکنن و نمیتونه برای تقسیم اوقات بسازه. اما اگر امی کار نکردی، شیطان برای تقسیم اوقات پر میکنه. از این خاطر تهجد خود نمیتونی خیسته، به نماز فرض هم خیسته نمیتونی، به جماعت. وقتی که از تهجد ماند، از نماز جماعت هم میمانه. و شیطان چی است؟ الله متعال میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شیطان چی میکنه؟ آهسته آهسته گام اول میگیره. از یک نماز که از تهجد ماندید، با نماز فرض دیگر روز میمانید از جماعت. باز که از جماعت ماندی، باز میبرد میگه خیر است مردم نماز نمیخوانن، تو خیلی جماعت نرفتی، برو در خانه خود میخوانی. دیگر روز نماز فرض هم میمانه. دیگر روز یک کس رو ببینی باز خودش چی میگه؟ والا من 6 سال است که هیچ نماز صبح در وقتش نخواندیم. یعنی 6 سالی شاگرد شیطان است. خودش اعتراف میکنه. یک روز خودش یک کسی برای من قصه کرد، استادی چرا درست گفتم 6 سال است تقسیم اوقات برای شیطان گذاشتی؟ اگر تقسیم اوقاتت برای رسول الله صلی الله علیه و آله میگذاشتی، میدیدی که رسول الله صلی الله علیه و آله این قسم سنتش است، این طریقش.